تحت رقم 88 است. نوزین باباجانов رقم 13 در میدان هنرنمایی میکند. دوید اتسام رقم 6 رقم نوزین باباجانov با توپ ارسالی و بعد داخل جریمه فرصت خوب ضربه اجرا می شود و این وضعیت خیلی خوفناک بود. دلیری ممنظرف اونجا ضربه زد که جریمه در سیر گرفته است. اینجا میتواند حمله ادامه و بعد ارسال بعد داخل جریمه فرصت خیلی خوب ضربه زنی ضربه و گل. مشاهده کنید دو نفر آمدند به نزد سمندر قادیروف. اونجا با خیلی قدرت و توان زیادی دارد در خط هجوم دستر گرفته. ضربه اجرا می شود امکانیت نوبتی باز یک حالت دیگر و دروازه‌بان سیو خیلی خوب را فریدون دولتوف پرتابیو با دلیر ممنظرف دلیر امکانیت دروازه‌بان پسی سر می شود و به کجا خیلی بلند نمایی میکند. تو هنوز هم حمله خوفناک است سمندر قادیروف ضربه و این یک ضربه راستی اگر پیروز شود. فردوس خلاف ارسالی و بعد داخل جریمه گاه فرصت نوبتی ضربه اجرا میگردد و این ضربه خیلی خوفناک بود. یک نفر را فریب داد حمله را ادامه دادن میتواند اما او ضربه میزند به طرف دروازه که این ازودبک پنجیف پاسیو باز هم همون کامبیناسیا باز هم نوزین باباجانov این بعد توپ را به داخل جریمه گاه خوب میپرتاید امکانیت 100% از ازبک ایتوف گل که قبلا هم همین چیز بود ولی در اونجا پرتاب نوزین باباجانov خیلی بد بود. اینجا باشد خیلی پرتاب خوب به داخل جریمه. امیر جان سفرف پاس باید سری وقت بدهد و همین کار را او میکند. ارسال به ازودبک پنجیف کنار چپ بعد از آمدن ازودبک پنجیف خیلی زنده شد. ایدرشاه خود دودوف پرتابیو به داخل جریمه گاه فرصت بهترین گلزنی پاس با عقیب و ضربه اجرا می شود دروازه‌بان. نوزین باباجانov بسیار هم خوب حرکت میکند دو نفر را فریب داد. نوزین به جریمه گاه وارد میگردد. پرتابی نوزین باباجانov امکانیتی برای ضربه زنی ازیزبک ایتوف پرتابیو ضربه و بعد از آمدن ازودبک پنجیف و همچنین البته نوزین باباجانov هم به همین کنار خیلی زیاد حرکت میکند و ببینید که دو گل محض از پاس‌های این بازیگر زده شدند. اینجا یگان حالت نوبازی نبود بعد دو مرتبه موفق گردید. ارسال نوبتی حمله نوبتی خیلی هجوم خوب و از پا میافتد فریدون دولتوف دوباره شروع میکند که این پنالتی نیست. ازودبک پنجیف مبارزه در کنار و او بر مقابل فردوس چاک به نتیجه جنبست می شود. ارسال به خط حمله نوزین باباجانov در کنج میدان حالا قرار دارد. ضربه کنجی دستر گرفته است و اینجا یک بازیگر از خط او سیو گرفت بختیار قلندرف را برای انا همین عمل. برای من این کارت سرخ است. برای گلمراد سعدالله هم چون که قاعده های فوتبالی برای همه یک هستند. خوب بختیار قلندرف دوستان عزیز با کارت سرخ جزا داده می شود. هجوم نوبتی امکانیت ضربه و گل دوستان عزیز و ببینید که این گل را چگونه به ثمر میرساند. دروازه‌بان نمیتوانست هیچ کار اینجا کند. ضربه از سوسله نزدیک زده شد. حمله نوبتی پرتاب به کنار ازودبک پنجیف با توپ ارسال زمینی و به داخل جریمه گاه فرصت بهترین ضربه اجرا می شود فریدون دولتوف توپ به کنار چپ رساند. دوید اتسام ضربه و که این وضعیت را سری وقت و خیلی خوب برطرف کردن توانست عبدالصمد ملک مرادوف. خب دوبار صدا شکل خود را بلند میگرداند دوستان عزیز. جنبست شد از این رقابت یک امتیازی از دست میگیرند. از خط اکنون 10 خل دارد و رگرت دست باشد این زمان 15 خل در حساب خود کسب میکند.